سلام و درود به هموطنان گرامی. این رادیو تلویزیون ملی ایران، صدای راستین ملت ایران است. کشور ما پس از جنگ با اسرائیل و آمریکا به مرحله جدیدی از زندگی خود وارد شده است. مقصد در این دوره انحلال جمهوری اسلامی از طریق اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات گسترده مردم، صنوف، صاحبان صنایع، دانشگاهیان، کارگران و بالاخص کارکنان شرکت نفت است. سوال این است که چرا باید جمهوری اسلامی منحل شود؟ پاسخ برای همه مردم ایران روشن است. جمهوری اسلامی با عملکرد 40 و چند ساله خود کشور را به سطحی از ذلت و خواری رسانده که تنها 2 بار در تاریخ اخیر ایران دیده شده. عملکرد شاه سلطان حسین و تسلیم فتحعلی شاه در قرارداد ننگین ترکمنچای. از طرف دیگر حکومت در مدت حاکمیت خود نتوانسته برای ملت ایران معیشت، امنیت و حیثیت فراهم کند و آنچه در گذشته هم بوده برباد داده است. طبق آمار و اطلاعاتی که توسط دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، 60% ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از طرف دیگر جمهوری اسلامی با دستاویزهای مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده و امنیت را از آنان سلب کرده و همچنین بدون هیچ گونه شرمی حیثیت مردم را به عناوینی از قبیل برخورد با بدحجابی، توهین به ارکان حکومت و اخیراً به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مورد حک حرمت قرار می‌دهد. امروز زندان‌های ایران مملو از کسانی است که به بی‌کفایت حکومت معترضند. ملت ایران در 4 دهه گذشته از روش‌های مختلف، حضور در انتخابات، عدم استقبال از انتخابات، اصلاح طلبان داخل حکومت و موعظه کنندگان خارج از حکومت کوشش کرد تا پیام خود را که خواست تغییر در نحوه حکمرانی است به گوش کارگزاران رژیم برساند. اما آنها کر و کور بودند و یا وانمود کردند که کر و کور هستند. لذا لازم است این حکومت بازنشسته و به صندوقخانه تاریخ سپرده شود. انحلال جمهوری اسلامی از طریق حضور ملت در صحنه مدنی ترین روش و کم هزینه ترین راه برای رسیدن به این مقصود است. به منظور هدایت و راهبری ملت برای هماهنگی در اقدامات خود لازم است یک گروه مستقر در داخل و خارج کشور این وظیفه را عهدهدار شوند. خوشبختانه شاهزاده رضا پهلوی وظیفه پرچمداری و راهبری را در این مسیر پذیرفته و فراخوان نشست ائتلاف ملی ایرانیان در روزهای پیشرو را دادند. این گردهمایی سنگ بنای تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در یک مجموعه برای هدایت و راهنمایی جنبش مردم علیه جمهوری اسلامی. بعضی سوال میکنن چرا شاهزاده باید پرچمدار این نهضت باشد؟ چون ایشان شناخته شده ترین فرد مخالف زنده جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور است و با توجه به رواداری ایشان در مواجهه با آزادی‌های اجتماعی
بهترین گزینه برای این مأموریت هستند. رادیو تلویزیون ملی ایران در اطلاعیه‌های بعدی خود آخرین اخبار از ائتلاف ملی ایرانیان را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند و فراخوان‌های جبهه ائتلاف ملی ایرانیان را در اختیار مخاطبان قرار خواهد. پاینده و پیروز ملت ایران.